انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی خبر از بیماری شدید یونس سلیمانی فعال دانشجویی زندانی داده است. یونس سلیمانی به همراه 15 تن دیگر از فعالان آذربایجانی در خرداد و تیر ماه گذشته بازداشت شدند. همچنین گزارش‌ها از جلسه رسیدگی به اتهامات حسین نصیری فعال مدنی آذربایجانی در 9 شهریور ماه در دادگاه انقلاب تبریز حکایت دارد. اتهامات وارده به حسین نصیری نشر دفترچه‌ای به مناسبت روز جهانی مادر، انتشار کتابی با عنوان آذربایجان چپاول شده و عضویت در تشکیلات مقاومت آذربایجان که خواهان حق تعیین سرنوشت برای آذربایجانی هاست عنوان شده است. حسین نصیری در فروردین ماه در جریان همایش دفاع از دریاچه ارومیه بازداشت شد. نقی محمودی وکیل حسین نصیری و یونس سلیمانی در گفتگو با فریده رهبر از صدای آمریکا درباره وضعیت موکلین خود چنین میگوید. آقای نصیری در حقیقت قبلا سال گذشته 6 ماه حبس تعزیری قطعی داشتند و قبل از اینکه این حکم قطعیت پیدا بکنه در 13 فروردین ماه در منطقه دریاچه ارومیه در راستای اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم توجه مسئولین به این امر دستگیر شدند و 2 پرونده در این ارتباط براشون تشکیل شد، یکی در دادسرای اسکو و دیگری در دادسرای تبریز که دادگاه تبریز تشکیل شد و حکم نهایی صادر شده که هنوز من ابلاغ نشده، ولی در مورد پرونده اسکو هنوز پرونده دادگاهش تشکیل نشده، ولی از بابت پرونده قبلیشون که به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن تقریبا الان نزدیک به 6 ماه هست که ایشون در حبس به سر میبرند و به لحاظ بلا تکلیفی پرونده دیگرشون امکان آزادیشون فراهم نشده. به اتهاماتی که به آقای حسین نصیری زده شده، آیا خود ایشون این اتهامات رو قبول دارن؟ در خصوص عضویتشون در تشکیلات دیرانیش هیچ دلیل و مدرکی در اثبات این اتهام وجود نداره و ایشون این اتهام رو به طور جدی رد کردند و در خصوص کتابی که یا نوشته تلامش آذربایجان، موکل من در خصوص انتشار یا تهیه یا تألیف این نشریه هم هیچ گونه دخالت یا مشارکتی نداشته، ولی اون دفترچه‌ای که در خصوص زبان مادری ترکی بوده و ایشون چاپ کردند اون رو قبول میکنن که ایشون چاپ کردن. آقای محمودی، وضعیت آقای حسین نصیری و سایر موکلین شما که در زندان تبریز هستند چگونه است؟ این وضعیت نگهداری موکل من و موکلین دیگرم در زندان مرکزی تبریز متاسفانه اسفبار هست. محلی که نگهداری میشه از نظر بهداشتی در زیر صفر قرار داره و از این نظر موکلین همشون در اونجا از نظر روحی و جسمی در عذاب و در حقیقت اذیت هستن. گفته میشه که آقای یونس سلیمانی بیمار هستن. متاسفانه وضعیت آقای یونس سلیمانی به شدت وخیم هست. ایشون به لحاظ ابتلا به 2 نوع بیماری هپاتیت نوع B و C در وضعیت جسمی و در حقیقت در روحی وخیمی به سر میبرند و همچنین دچار مشکلات تنفسی و قلبی هستند که همه این مواضع رو من در زمان تقدیم وکالتنامه به قاضی مربوطه نوشتم و توضیح دادم و پرونده پزشکی ایشون رو هم ضمیمه کردم که متاسفانه تا به حال هیچ توجهی نشده و جا داره به لحاظ اتمام تحقیقات تمهید مقدمات بشه برای آزادی این افراد که بیش از این که بعضیاشون 3 ماه 4 ماه در زندان بودن آزاد بشن.